آقای خامنه ای، آقایون مسئولین، آقایونی که دارید حکومت میکنید و از حکومت لذت میبرید، صبر نیروهای مسلح، صبر پرسنل، صبر همکاری ما یه اندازه‌ای داره. از تمام همکارا بالاخره مشکل دارن و همه یا فوش میدن یا بد و بیرا میگن، نفرین میکنن، هزار کار دیگه میکنن. ولی خب میترسن مثلا من کلیپی منتشر بکنن. ولی من چیزی برای از دست دادن ندارم و این کلیپو منتشر میکنم. ان شاء الله برسه به دست آقای خامنه ای مقام عظمای ولایت. عرض سلام خدمت ملت ایران آریایی. این جانب ستوان سوم مصطفی لقمانی، افسر پلیس مملکت جمهوری به ظاهر اسلامی. الان چند دقیقه هست پیامک واریزی حقوق آذر ماه هم دریافت کردم. مبلغ دریافتی حقوق بنده با 3 فرزند که هر 3 فرزندم محصل هستن شده مبلغش 23 میلیون و 900 و خورده ای و بنده مستاجر هستم، ساکن شهرستان مینا استان هرمزگان هستم و محل کار بندر عباس. باید هر روز این مسیر رو طی بکنم، برم بیام، هر سری رفت و برگشتم 500 تا 600 هزار تومان باید کرایه بدم. و اکنون تقاضا دارم از ملت شیپرور، یک کلیه‌ای دارم، کلیه هم سالمه، میخوام کلیه رو بفروشم. هر کی خریداره به این شماره کارت که الان میخونم خدمتتون 63 73 12 27 55 11 17. هر کسی خریدار هست با این شماره واریزی داشته باشه و شماره تلفن من 0917 593 42 44 هستش. واتساپ همین شماره هست، به لطفاً پیام بگذارید برای خرید و هماهنگی جهت فروش کلیه. چون دیگه واقعا با این پول دیگه نمیشود زندگی کرد. آقای خامنه ای، آقایی که نماینده خدا بر روی زمینی، نماینده امام زمانی، با امام زمان و دیگران در ارتباطی. ببین امام زمان یه سال بگیر از امام زمان شما در ارتباطی، ما که امام زمان نمیشناسیم اون ما رو نمیشناسه. بپرس شرایط زندگی ما رو، بپرس چجوریه، ما تا کی زندگیم، چجوریم، با چیکار بکنیم، نمیدونم با این چجوری این حقوقی که شما به ما میدید باید خرج بکنیم. اینا رو همه سوال بکنن. شما بالاخره دستمون نده کوتاه به بزرگان دین. و چند وقت پیش همکاری در یاسوش کلیپی منتشر کرد، بلافاصله یکی دو روز بعد بلا علت تهدیدش کردن یا هر جوری هست اومد و گفت که وقتی حرفشو پس گرفت، در کل حرفشو پس گرفت. ولی بنده چیزی برای از دست دادن ندارم و حرفی رو هم که زدم پس نمیگیرم. اعلام داره مشکل کردم. و آقای مجددا عرض کنم آقای خامنه ای، آقایون مسئولین، آقایونی که دارید حکومت میکنید و از حکومت لذت میبرید، صبر نیروهای مسلح، صبر پرسنل، صبر همکاری ما یه اندازه‌ای داره. از تمام همکارا بالاخره مشکل دارن و همه یا فوش میدن یا بد و بیرا میگن، نفرین میکنن، هزار کار دیگه میکنن. ولی خب میترسن مثلا من کلیپی منتشر بکنن. ولی من چیزی برای از دست دادن ندارم و این کلیپو منتشر میکنم. ان شاء الله برسه به دست آقای خامنه ای مقام عظمای ولایت.